غیر الله را عبادت نمی کنه. حیوان غیر الله را نه سگی نه الاغی نه شتری نه پرندهی. هدهد کسی هدهد میاد. هدهد وقتی میره قوم سبا میگه اینی وجدت امرأة تملکهم و اوتیت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هدهد گزارش میره پیش سلیمان پیغمبر. وقتی بر میگرده میگه احطت بما لم تحط به و جئتک من سبع بنبأ یقین. با حضرت من به سرزمینی رفتم که نه تو به آنجا رفته ای و نه لشکرت. این زبان قول یک مرغ توحید را بیان بکند. قرآن الله تعالی تعریف او را در قرآن آورده است. اگر شما توحید را بیان بکنید خدا شما را دوست داره یا نداره؟ یک مورچه که توحید را بیان کرد، سوره به نام مورچه سوره نمل آمد. یک مرغ وقت توحید را بیان کرد الله تعالی قصه‌اش را و بیانش را در قرآن آورده. اگر شما توحید بیان کنید چقدر عزیز میشوید. انشاءالله بیان میکنید توحید را.